دادستانی کل تاجیکستان در امر تحقیق حادثه کشتار بیرحمانه دختر نورسی در شهر ترسونزاده از جمله به عملکرد خادمان ملیسا هم می‌خواهد بهای حقوقی دهد. در خلاصه‌های اولیه خادمان ملیسا حادثه مذکور یک خودکشی ارزیابی و ظاهراً تلاش بسته شدن پرونده کرده شد، اما بعد شکایت خویشاوندان و دخالت دادستانی کل پرونده از روی ماده کشتار باز و تحقیق شروع شد. قتل وحشانه دختری 16 ساله در تاریخ 2 فوریه امسال بعدی 2 هفته رخ دادنش از زبان دادستانی کل یوسف رحمان در منبر مجلس ملی همچون نمونه جنایت نورسان رسانه‌ای شد. جسد دختر روز 4 فوریه در یک میدان کشت با نشانه‌های تجاوز به ناموس و 12 زخمی کارد و آتش زده شدن آشکار شد. میرزا شریف زاده سرپرکرار شهر ترسونزاده 22 فوریه بر رادیو آزادی گفت که گمانبر در کشتار پسر بچه‌ای بود است که در یک مکتب با دختر قربانی تحصیل میکرد. این دختر بعد ختم صنف 8 از سپتامبر سال 2016 دیگر تحصیل نمیکرد. جناب شریف زاده گفت سنجش ثبت نوارهای گفتگوی تلفنی این دختر با طلبه مکتب ترسونزاده مشخص کرد است که میان این دو نفر مناسبت نزدیک عاشقانه وجود داشت و پافشاری دختر به خانه‌دارشوی به این پسر باعث مناقشه و مرگ فاجعه‌ای او شده است. در حقیقت او مناسبت عاشقانه داشتند. آنها بین خود با واسطه تلفن‌های موبیلی صحبت میکردند. پیش از مرگش همین دختر با واسطه تلفن زنگ میزند، میگه که شما با من باید خانه‌دار شوید و میگه که حاضر وقت خانه‌دار شوید نیست. سال من صنف 11 خوانده ایستادم، بعدی که مکتب رو تمام کنم من یک خیال میبیاد. اکنون میگه شما من شرمنده کردید، مردم میدونن دیگه گفته اگر خیلی باشد میگه من مخاطب مراجعه میکنم، شما رو شرمنده میکنم گفته همین خیلی گپ میزند. هم صنفش در حقیقت همه یک بسیار جدی حس میکند که این من نکنم از زمین آدمی اولادشان آدمای با برو دیگر نقشه میکشن، نقشه و همین خطر رساندنی همین مشوقه شد. حادثه کشتار دختر نابالغ بسیاری ها را در داخل و بیرون شهر ترسونزاده تکان زده کرد. در ملاقات با فعالان پایتخت روز 15 فوریه رئیس جمهور امام علی رحمان هم از جنایتکاری، بیهوده‌گردی و خشونت نابالغان صحبت کرد و گفت در 5 سال اخیر قریب 14,000 نابالغ به هنگام آواره‌گردی در خیابان‌ها آشکار شدند.